سلام، من دکتر سارا ناصرزاده هستم، متخصص رواندرمانی جنسی و مشاوره زوجها. امروز میخوام به یه سوالی پاسخ بدم که سوال خیلی از آقایون هست در سراسر دنیا. اینکه آیا افرادی که در سن کودکی یا نوزادی ختنه شدن لذت یا عملکرد جنسیشون با آقایونی که تحت این عمل قرار نگرفتن متفاوته یا نه؟ قضیه ختنه معمولا توی دو تا مقوله بحث میشه. یکیش بحث سلامتیشه که افرادی که ما پژوهش‌های خیلی خوبی در این زمینه داریم که افرادی که ختنه شدن در زمان بچگیشون احتمال التهاب، عفونت، سرطان دستگاه تناسلی یا آلت تناسلی و سرطان شریک جنسیشون معمولا به تعداد کمتری میرسه. از اون طرف دیگه خب پس از دید سلامتی این یه بحثی هستش که اکثر پژوهشگرا و اکثر متخصصین باهاش موافق هستن. اما با وجود اینکه یه همچین چیزی رو بر سرش موافق هستن، اگر که نگاه بکنین به تحقیقاتی که در این مورد انجام شده، با توجه به ریشه مذهبی و فرهنگی که تو بعضی از کشورها عمل ختنه داره، شما میبینین که بسته به اینکه تو کدوم کشور این پژوهش انجام شده، یک سری نتایج متفاوت و ضد نقیضی میگیرین. برای همینم مثلا امسال تابستون امسال آکادمی طب کودکان آمریکا یک مقاله چاپ کرد که یک سری حدود بالای 20 نفر از متخصصین رو دعوت کردن که اینا تمامی پژوهش‌هایی که در این زمینه بود تا به اون روز رو مورد مطالعه قرار بدن که ببینن اصلا نفعی برای بهداشت و سلامتی نوزاد داره در دراز مدت این قضیه یا نه. دلیلش هم اینه که یکیش خب مسئله سیاسیه. مثلا این خب آکادمی طب آمریکا تو آمریکاست و میخوان ببینن که آیا دولت باید پول بده برای همچین قضیه برای خانواده ها و این گزینه رو براشون قائل بشه یا نه. بنابراین یکی اون قضیه سیاسیش بود که وادارشون کرد به هر حال این تحقیق انجام بدن. یه چیز دیگه هم یه سری مطالعات حقوق بشر بود که بعضی اعتقاد داشتن که بچه باید خودش به سن قانونی برسه بعد تصمیم بگیره که اگر میخواد این کارو بکنه یا نه، چون که قابل برگشت نیست. خب نتیجه این تحقیق این بود که نتیجه این به قول معروف بررسی تمام این تحقیقات این بود که این بچه‌هایی که در نوزادی، مردانی که در نوزادی ختنه شدن، در طول عمرشون بیماری‌های کمتری میگیرن که مربوط به دستگاه تناسلیه. ولی از اون طرف دیگه انقدر تفاوت‌ها بزرگ نبود که بیان اینو یه قانون کشوریش بکنن، بگن که ما دستور میدیم همه خانواده‌ها باید این کار بکنن. این بحث سلامتی. از نظر جنسی بازم به همون دلیلی که گفتم بستگی داره از کدوم کشور انجام شده، آیا انگیزه این بوده که این عمل به قول معروف تشویق بشه یا نه. خب نتایج متفاوتی میگیرین. ولی یکی دو تا مطالعه که خیلی خوبه، دلیلش هم اینه که اومدن افراد بزرگسال رو در نظر گرفتن، اومدن دیدن کسایی که تا این سن مثلا تا یه سنی ختنه نشده بودن رابطه جنسی هم داشتن، پس اونو تجربه کردن، بعد بنا به حالا دلایل شخصی، مذهبی یا پزشکی ختنه شدن. بعدش ازشون باز یه سوال دیگه پرسیدن. ما یه پرسشنامه داریم که پرسشنامه رضایت جنسیه، معمولا ازش استفاده میکنیم در کلینیک ها. این پرسشنامه رو دادن به این افراد پر کردن و این مطالعات هم در کشورهای مختلف انجام شده بود، این دوتایی که آمریکا که ترکیه. به این نتیجه رسیدن که عملکرد جنسی این افراد تفاوتی نکرده بود قبل و بعد از ختنه، لذت جنسیشون تفاوتی نکرده بود و خوشحالم بودن. حدود 62% تا 65% گفته بودن خوشحالترن، برای اینکه احساس میکردن حساسیت کمتری دارن. به خاطر همین اون حالت انزال زودرسشون مسئلهشون برطرف شده بود که خب خوشحالتر بودن. بعد یک مقدار زیادی از شریکای جنسی این افراد هم گزارش داده بودن که از شکل ظاهری آلت تناسلی رضایت بیشتری داشتن بعد از ختنه. ولی اینی که احساس منطقه‌ای کمتر شده بود، اینم گزارش داده بودن که لزوما برای آقایون همشون چیز بدی نبوده. ولی حدود 30% هم گزارش داده بودن که دوست نداشتن، اگر که بهشون این گزینه داده میشد برمیگردوندن زمانو. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو گرفته باشین و به هر حال یه خوبی که هست اینه که کسی که در بچگی ختنه شده یا نشده هیچ جایی نداره که مقایسه کنه، بنابراین هر جوری که هستین میتونین ازش لذت ببرین. تندرست و شاد باشید تا ویدیو بعدی.